дуруд шунавандаҳои гиромӣ, силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори панҷум. شاعر با لهجه مردم درواز خیلی زیبا گفته است: کاری ازبک همگی حیله بیجا بیدب است، عاقبت حاصل کارش رهی وخیا بیدب است. جنگ درواز بیداخته است کریمی کته سر، که بدین آمدنش اخمقی گمراه بیدب است. حیف آن روزی دویدن که نبی قعلی خون، اگنه ایسری کو وقتی تماشا بیدب است. نصف مردم که بیمردن تگ تیر و کمان، سبب چند دیگر ترمه و سرما بیدم است. مرده مردم درواز به شاطو برمین، بردن مرده ازبک به جوالا بیدب است. امزشوی زان که پس گلخنشان گشته هلاک، ونجی بی منقیت یک مرغی مفاجا بیدب است. مرده را بار کرن مردم ازبک به جوال، تو بگویی و دلم خربوز سودا بیدب است. یاری سرخ سر این بیت برای می گفت، تا بگن مردم درواز که میرزا بودب است. لشکر منقیت بعد جنگ‌های شدید توانست قلعه را خرف را ضبط نماید. مردم زیادی را به قتل رساند. درواز را پره به تصرف امارت بخارا درآورد. بعد غلبه به دروازی ها اعتبار خدای نظر در دربار امیر مظفر بالا رفت. او را به بخارا دعوت نمود. امیر به شرف غلبهش به دروازی ها ضیافت آراست. به حاکم دلاور عنوانی اتلیق را لایق دانست و در برابر این جمع نمودن باج و خیراج در ولایت های کلاب و حصار و اختیار وی داده شد که یک حصه معینش وارد خزینه خدای نظر می گردید. خدای نظر تاجیک بخارایی سالهای خدمت در دربار امیر نصرالله و امیر مظفر صداقت خیش را نسبت به خاندان منقیتیه نشان داد. امیران منقیت به وی باور داشتند. همین بود که 5 سال باز در یک بلادی از بخارا در مسافه خیلی دور حکمرانی میکرد و برای قراتگین را چون یک قسمت دولت بخارای شریف در اختیار خاندان منقیتیان نگاه داشتن چاره و تدبیر می اندیشید. این مردی گربوز و عیار با زیرکی و کاردانی امکان نمی داد که نفر از مردم محلی در جلسه و صحبت ها صدا بلند کند. سالها پس هم چون اسبی بدو می تاختند. عمر انسان با همه شیرینی و تلخی ها دریاوار می گذشت. حیات مردم قراتگین یک نواخت و بی رنگ بود. کلان سالان پی برده نان یک نیمه شب از خواب می خیزند و تا فرآمدن پرده ظلمات آرام و قرار را فراموش می کردند. فقط بچه های دنیا بیخبر بیغمانه دنبال بز و بغزاله سرگردان بودند. این حالتی بچه ها تا آن روز ادامه می یافت که قدرتی برداشتن سنگ را می کردند. سخن فهم می شدند. همین که عمرشان به 7-8 سالگی می رسید دیگر دوران بچگی ایشان ختم می گردید. دستیاری خاندان می شدند. نصرت الله قطاری بچه های دهه چشمه قوزی کلان می شد. یک بچه چست و چالاک زیرک و جسور بود. همراه بچه های همسین بازی می کرد و در صحبت مردان کلان سال خیلی با ادب و با تمکین بود. همراه برادر کلانش صدیق به کارهای دهقانی پدر مدد می رساند و در مکتب دیه تحصیل می کرد. شب هنگام در روشنی سیخچرا از پدر مشق خط می آموخت. لطفالله
از زیرکی و کنجکاوی پسر دومی خیش خرسند بود. وی پی می برد که وی اگر علم آموزد یکی از دانشمندانی دوران خیش خواهد شد. کنی بچه شیر درس امروزت را تکرار کن، نوشته هایت را به من نشان ده. او می خواند و پدر گوش می کرد. دور و دراز به حرفهای کج و کلیب شاگردانه می نگریست، چهرهش می شکفت. آن ساعتها کسی را از پدر وی سعادتمندتر دریافت نمودن دشوار بود. پیشی حد و همسایه با افتخار می گفت حسن خطی خوشروی دارد، خواندنش هم بد نه. خدا نصیب کند بعد 3-4 سال او را به بخارای شریف می فرستم. مولای کلان می شود، علمهای گوناگون را از بر می کند. از پیشانه‌اش هویداست که بخت و دولت نصیبش می گردد. اگر همین آرزوهایم عملی شوند دستم بیرون گور نمی ماند. خدا عمرش را دراز کند. بچه کنجکاو است، سوالهای می دهد که به خیال آدمی کلانسال نمی آید. گفت مولای مکتبدار می ترسم که مبادا به یگان سوالش پاسخ گفته نتوانم. نصرت الله به حرف پدر گوش می داد و بیشتر تلاش می کرد. شبها سبقش را گشته و برگشته می خواند. کتاب را در بلندی می ماند و چشمانش را پوشیده سوره های از یاد کرده اش را با آوازی بلند می خواند و سر می جنباند و حسن خطش زیبا شد، سواد هم برآورد. مولای مکتبدار باور کرد که شاگرد هوسکی نیست، طالب علم و معرفت است. با آموزش زبان عربی شروع نمود. صرف و نحو آموخت. پسندش آمد زبان آموزی. آدمی با سواد دیگر خیل می شود بچم، تأکید می کرد پدر. مثل کوه آرام و با تمکین بیهودگویی نمی کند. یک سخن را 100 بار فکر کرده می گوید. سیاه و سفید فرق می نماید. پیشوای خلق می گردد. خلق برای راست حمایه می کند. علم هر بلا را از سر آدمی زاد دور می نماید بچم. یک اولیای بزرگ در پندنامه خیش نوشته است که دانشان در دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. دانش قلبها را روشن می کند. همرنگ جوشن بدن را از ضرب شمشیر محافظت می نماید. آدمی به علم به هر بلا گرفتار می شود، اما شخصی دانشمند از هر ورطه خود را بیرون کشیده پا در وادی سلامت می گذارد. 2 چیز را اگر خداوند به فرزند آدم نصیب کند در این دنیا و آن دنیا خوار نمی شود: عقل و دانش را. آدمیزاد باید صاحب اخلاق حمیده باشد. ادب به سر انسان همسان یک نور است از رحمت پروردگار. آدمی با ادب در بین مردم خوار نمی شود. هر کسی که خودش را احترام می نماید دیگران او را عزت می کنند. همین خیل آدم شو بچم. برای صاحب علم شدن به شهرهای کلان رفتنم در کار. به جرأتانه گفت نصرت الله. میان 4 کوه بلند امکان علم آموختن از کجاست؟ مردان صاحب علم این وطن به خاطر تأمین روزگار خود به دهقانی مشغولند. فرصت درس گرفتن، درس گفتن ندارند. انشاءالله می روی جان پدر. از جهان خوردن جهان دیدن بهتر است، خاصه اگر انسان پی آموزش برود. من هم جانبدار همین فکر هستم. ولی یک نصیحتم را پیلته گوش کن. مبادا به خواندن روی و بعدی بازگشت مرا نیابی. گفته نمی شود اجل در هر قدم پهلوی فرزند آدم است. فرصت می جوید، ساعت می پاید. برای همین وصیتم را فراموش نکن. بعد ختم ملا شدم گفته دست از مهنت نکشی که ارواحم از تو می رنجد. کسب پدر و بابایت را از دست مگذار.
کشت و کار کن، زمین را فراموش ننما. کشاورزی بهترین صنعت آفریده خداوند است. در کجایی که باشی با مهنت حلال نان خوردن را سرمشق زندگی نما. از آبیله دست نان خوردن کیفیت دیگر دارد. مبادا چند سوره کلام الله را از یاد میدانم گفته با آیت فروشی مشغول نشوی. خواجه حافظ بزرگ با چنین اشخاص نفرین میخواند: حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مفکن چون دگران قرآن را. پند خواجه را پیلته گوش کن جان پدر. این روایت را نمیدانم در کدام کتاب خوانده بودم، از یاد رفته است نام آن. مؤلف کتاب روایت می کند که خداوند با اسم دگر پرنده بزرگ خلق کرده است، ولی این مرغ نه منقار گیرا دارد و نه پنجه تیز. با خوردن علف نفس خود را قانع کننده نتوانسته است. در خلوت به درگاه خداوند روی آورده گریه و زاری کرد: ای خدای بزرگ، تو غمخوار و مهربانی تمامی بندگان خویش هستی. مرا صنعت نصیب گردان که به زحمت زیاد مایه زندگیم باشد. تو قادر و توانا هستی، به فریادی منی بیچاره بیر است خداوندا. با امر خداوند آن پرنده همان زمان کلام الله را از بر کرد. این حکمت خداوند است بچم. خلاصه آن پرنده در یک کنار جنگل جای می گرفت و به خواندن می درآمد، قرائت می کرد. تمام پرنده و خزنده، چرنده و درنده آواز خوش او را شنیده به نزدش حاضر می شدند. دگر با گوشه چشم به مخلوقان گرد آمده می نگریست و آهسته از بدن بوی غلیظ خارج می کرد. جمله مخلوق از آن بوی بد بیهوش می گشت. آنگاه دیگر ترک قرائت می کرد و به قدر توان گوشت مخلوقهای بیگوش خوابیده را می خورد، یعنی به زحمت رزق پیدا می نمود. خواجه بزرگوار شخصانی را که از پشت آیت فروشی یعنی قرآن را دام فریب می کنند و بدین وسیله ثروت می غندارند و روزگارشان را تأمین می گرداند محکوم کرده است و آنها را دگر نامیده است. این کسبه را بدترین هنر نامیده است. نصرت الله مستقلانه با آموزش مشغول شد. ملا به وی زبان عربی یاد میداد، اما با سبق استاد قناعت نمی کرد. با عاریت کتاب می گرفت، از شخصان صاحب کتابی ده قصه های زیاد خواند. بیشتر به اثرهای تاریخی میل داشت. در 14 سالگی شاهنامه حکیم فردوسی را خواند، واله و شیدا گشت. شبانگه حضور پدر داستانی می خواند. اهل خانواده اطراف او دوره گرفته گوش به خواندن او می دادند. می خواند و آن را به زبان عامیانه قصه می کرد. جای پدر می خندید و جای می گریست و هنگامی که او بیتی همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم را خواند، آواز گریه پدر به گوشش رسید. خواندن را قطع کرده با تحیر به چهره دیژم و تری پیرمرد نگریست. دیدی بچه جان، گذشته های ما چی مردانی به آر و ناموسی بودند. یک وجب خاکی وطن را به ایوز جان خریداری می کردند. به خاطر زن و فرزند و خاکدان بابایی دست از جان شیرین شسته. همین خیل فرزند باعث افتخار ملت می شود. زهی فرزندانی به ناموس. این بیت به مردم دیار ما هم تعلق دارد، زیرا تمام این مردم که با یک زبان حرف می زنند، خویش و تبار
و یک ملت کاملند. حکیم فردوسی برای تمام مردم فارسی زبان بخارای شریف بابا کلام است و دانستن و شنیدن پند و اندرزش از فایده خالی نیست. صد حیف امروز چند منقید خدا زده و دیار ما آمده هر چی خواهند میکنند. دست لای آلودش را به سر ما تازه میکند. افسوس، صد افسوس، ما نبیرگان و ابیرگان آن بزرگ مردان جرأت نداریم که صدا بلند کنیم. مشت به سر میخوریم و دست ادب پیشی بر در دل اندیشه میکنیم که مبادا هنگامی زدن مشت به پیکر ما دست آن بزرگوار ضربه خورده باشد. اندیشه درد خود را نمیکنیم. همیت و مردی نداریم. دریغ جوان مردانی سربلند و سربدار. پیرمرد با دستان لرزان از جیب یک ته دست رومال برآورد و اشک چشمش را پاک کرد و سکوت ورزید. نصرت الله هنوز بچه بود و پوش منظر سخنهای پدر چشمش نمی رسید. نمی دانست که پدر دنیا دیده وی چی ها گفتن می خواهد، اما یک چیز را درست پی برده بود که پیرمرد از جوان مردانی وطن دوست و خلق پرور که در داستانها از ایشان یاد می کنند افتخار دارد و می خواهد که جوانان دوران او نیز مثل نیاگان خش دلاور و با ننگ و عار باشند. و بار دیگر که بیتی توانا بود هر کی دانا بود بدانیش دل پیر برنا بود. به گوش پیرکی در آمد با حوصله سر جنباند، پیاله چای را به دست گرفت و پسرش را از خواندن باز داشت. تو شتاب مکن بچه شیرین، با ملاحظه باش. مقصد از کتاب خواندن تنها خط آموختن نیست، بلکه دانستن معنی سخنهای شاعر است. چه گفتن میخواهد صاحب بیت؟ فراموش نکن که گفتار بزرگان همه پند و اندرز است. چون به عمق گفته ایشان برسی، آن وقت تو را اعتراف میکنند مردم. با احترام نامت را به زبان می آرند و می گویند که فلانی در کشادن معنی شعر همسنگ ندارد. آیا تو مقصد شاعر را در بیت خوانده‌ات فهمیدی بچم؟ و فهمیشی بنده صاحب بیت گفتن می خواهد که کسی دانشمند عمر جوان و زیبا می باشد. علم جوان را توانگر و پیری فرتود را جوان می گرداند، قوت و درمان می دهد. انا فایده علم آموختن همین است جان پدر. علم را تا به آخر کسی نآموخته است، لیکن طلب آن فرض است. پیغمبر اکرم درود بر روح پاکشان باد فرمودند علم را طلب کنید اگر در چین باشد هم. علم بحر بیکرانه است. یک دوستی یازغندی داشتم. او می گفت وخیا دره دره و علم شاخه شاخه. یعنی کسی علم طلب به مرد کهنورد می ماند. اگر کهنورد چابک و چالاک و با قوت باشد، چند دره را گشته سیر و تماشا می نماید. دانش طلب هم به او مانند است. به قدر کوشش و تلاش و استعداد شاخه های علم را از بر می کند.